شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور. ای دوست بیا بحری تماشای دوشنبه، به شبهت تو هم میشوی شیدای دوشنبه. دوشنبه خانه امید تمام تاجیکان روی دنیا. دوشنبه شهر سبز، دوشنبه شهر گلها، دوشنبه شهر جوانی، دوشنبه شهر آرزوها، دوشنبه گنج در قلب آسیا، دوشنبه قلب تاجیکستان. همه این سخنها و عباره‌ها را نسبت می‌دهند به شهر دلارای دوشنبه. در واقع نمیتوان این شهر زیبا را وصف نکرد و دوست نداشت. این همه زیبایی‌ها ما را وادار به آن می‌نماید که حرف دل خود را گفته باشیم. سلام دوستان عزیز، بیننده‌های دائمی تلویزیون دوشنبه. دوستان عزیز، چون که به هر یک شما معلوم است، همه سال هفته سیوم ماه اپریل در کشور روزی پایتخت تجلیل کرده می شود. ما گروه جدی تصمیم گرفتیم که در روزی پایتخت برنامه زیبایی رو پیشنهاد شما نماییم و البته توانیم با صحبت‌های جالب، شوخی‌ها، لطیفه، سرود و ترانه و دیگر بخش‌های جالب خاطر شما رو شاد نماییم. و البته ما تنها سیر نمی‌کنیم در کوچه‌های شهر، ما رو همراه می‌کند هنرمندان اصیل، سرایندگان خوش‌آواز و البته یک گروه دانشجویان از دانشگاه ملی تاجیکستان. مرحمت. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور. راستی ما هم دوره مکتب خونی دیر میکردم دیروید و شروید نه این روز رایگان بالا گذاریم. سه نفرش ممکن نیست یکون جویا بده که یک نه برای شما جویا یک جای یافتیم، یک جا هست، یک جا هست. در عرفیت چی میگن کلون که ما خورجاش میو بس ما میفروم با برای چی؟ وای شوفیور نداره کو شافیور در یکم اوشون میشینن. او در اون طرف ها. دوستان عزیز، بار دیگر روز بخیر میگیم و چون که در آغاز قید کردیم برنامه ما تهیه میشود بخشیده به روزی پایتخت و چون که شما شاهد هستید با اشتراک هنرمندان اصیل نصرالدین نورالدین خرسک میزنه، سنگلی میرزا، استاد ناتکرار ما شادی صالح که امروز میتواند البته با لطیفه های نمکنی خود هر یک ما رو خرسند گرداند. پروین یوسفی کفکبه شما، شیرینما نیحالова و اینچنین هنرمندی همیشه با مشکلی به برنامه ما تشریف میارد جمشید حلیم. شما دیدید و ما امید برنامه میبندیم که من بعد این مشکلات ایجاد نمیشود. عزت شریفی و اینچنین یک گروه دانشجویان از دانشگاه ملی تاجیکستان. دوستان عزیز،
дар барномаи мо суруд мешавад, латифа мешавад, суҳбатҳои ҷолиб мешавад ва дар оғоз бисёр зебо мешавад ки як суруд аз ҷониби Иззат Шарифӣ садо диҳад барои ҷолиб шудани барнома. баъдан суҳбатҳо идома медиҳем. марамат. قلبی تاجیکستانی دوشنبه رو شیرین تر از جانی دوشنبه تو قلبی تاجیکستانی دوشنبه مرا شیرین تر از جانی دوشنبه تو میراث از نیاگانی بمایان تو شهر علم و عرفانی دوشنبه تو میراث از نیاگانی بمایان تو شهر علم و عرفانی دوشنبه کنارت گرم چون دامانی مادر توی آینه داری حسنی کشور بزری چتری صلحی شهر داری همه با همه یار و برادر تو فخری تاجیکستانی دوشنبه مرا شیرین تر از جانی دوشنبه تو میراث از نیاگانی بمایان تو شهر علم و عرفانی دوشنبه تو میراث از نیاگانی بمایان تو شهر علم و عرفانی دوشنبه سراسر جاده ها زیبا و گلپوش توی شهری بزه بی سبز و آغوش ببیند در دل زیباگی تو نمی سازد دیگر تو را فراموش تو شهر علم و عرفانی دوشنبه مرا شیرین تر از جانی دوشنبه تو میراث از نیاگانی بمایان تو شهر علم و عرفانی دوشنبه تو میراث از نیاگانی بمایان تو شهر علم و عرفانی دوشنبه تو شهر علم و عرفانی دوشنبه ташаккур. дар воқеъ душанбе қалби тоҷикистон аст ва бисёр рамзӣ мешавад ки дар барномаи имрӯзаи мо васф карда бошем дар оғоз дар бораи душанбеи азизи мо ҳар яке ба таври худ душанберо васф мекунад. мо оғоз мекунем аз Насриддин Нурдин. марамат. кафкӯбӣ мекунем. کافکوبی اصلا سیمای دوشنبه عموما با کلی دیگر شده است بهترین شهر جهان است ما در دبی در تمام شهرهای در دولت‌های خارجی بودم دیگه چخیلی که این در دوشنبه من خودم رو خوشبخت حس میکنم در آنجا خوشبخت حس نکردم چون که این دل و جگری این تاجیکستان است این دل و جگری من هم هستیم زنده باد دوشنبه. ташаккур. ва васфи душанбе аз ҷониби Ширимон Ниҳолова. من فقط در گجوی نباشم یک 15 روز بخوام طاقت میکنم 15 روزа 10-15 روز نمیتوانم من خود رو به دوشنبه اصلا به تاجیکستان تصور کرده نمیتوانم. تشکر زیاد. برای همین در گجای باشم میخوام تیستر به خانه روم. یک روزم از شهر بیرون باشم میگویم که یک ماه نبودم فکر میکنم. برای همین این هوای دوشنبه که 4 فصلی سال داریم و این میوه های دوشنبه تاجیکستان این سبزوات این و نمیدونم من گوشنم باشی با میوه و با سبزواتش سیر میکنی خودت رو. بهترین. برای همین صدقه شهر دوشنبه صدقه تاجیکستان هم شوم که آباد و گلگل شکوفان باشد و ما هیچ جا نرویم فقط در همین وطن خود در زمین خود باشیم. ташаккур. як харсак барои Ширимон Ниҳолова. шоди солеҳ пеш аз оне ки латифа мегӯяд бояд аввал душанберо васф кунад чун шакли барномаи мо ҳам мегӯяд ки дар оғоз мо бояд ҳамин ҳарфи дилро дар бораи душанбе гуфта бошем. بهترین من در یگان شهر خارجه نبودم و گمان میکنم که دوشنبه من بهترین شهر است از همه شهرهای خارجه بهتر است بهتر аст ки наравӣ. نمیروم. васфи душанбе аз ҷониби Сангали Мирзо. маравад Сангали Мирзо чӣ гуна душанберо васф мекунад? اول ما تاجیکستان نقص میبینم برای که همچون حسی ملیم که بلنده ما تاجیکستانیم و در شهر نولک تولد شدم سال 80 بار یکم بار دوشنبه اومدم تماما دیگه خیلی بود حاضر میبرم در بعضی جو رهگم میزنم جایی که پیش میگشتم همونجا را نمیام همین خیلی خونوی با حشمتی خشنو
انا خیلی ساختن دوشنبه تماما دیگر رسیدگی و بسیار خرسندم که من برابری هم خیلی استادان صنعت ما را شما تکلیف کردین امروز و من شهر دوشنبه ما وصف کرده استودم. از سال 80 ما یکم بار دوشنبه اومدم، همین دیگه همون چنین نرفتم. پروین یوسفی یک دو سخن میگوید برای دوشنبه. авваломбор ман албатта тоҷикистонро дӯст медорам ва душанбеи нозанинамро, чунки ман сокини душанбе ҳастам, дар душанбе таваллуд шудам ва куҷое ки нарафта бошам ҳамин зебоманзари тоҷикистони мо, зебоманзари душанбеи азизи мо ва ҳамин шаҳри дилорои душанберо бисёр дӯст медорам ва ба ягон шаҳри дигар 100 000 беҳтарин бошадам иваз намекунам. Аз зебоии табиати мо нерӯ мегирам, илҳом мегирам ва бисёр хушҳолам ки ман дар ин ҷо ҳастам. Ташаккур. از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور با صفا وطن دیل کشا وطن، رشکی سه جهان فخر ما وطن، هفت رنگ دل در چلا وطن. با صفا وطن دیل کشا وطن، رشکی سه جهان فخر ما وطن، هفت رنگ دل در چلا وطن. تاج و تخت ما رمزی بخت ما دوشنبه، دوشنبه، هفت رنگ سرخ پای تخت ما دوشنبه، دوشنبه. تاج و تخت ما رمزی بخت ما دوشنبه، دوشنبه، هفت رنگ سرخ پای تخت ما دوشنبه، دوشنبه. با صفا وطن دیل کشا وطن، رشکی صد جهان فخر ما وطن. با صفا وطن دیل کشا وطن، رشکی صد جهان فخر ما وطن. تاج و تخت ما رمزی بخت ما دوشنبه، دوشنبه، رنگ بخش سرخ پای تخت ما دوشنبه، دوشنبه. تاج و تخت ما رمزی بخت ما دوشنبه، دوشنبه، رنگ بخش سرخ پای تخت ما دوشنبه، دوشنبه. از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور عزت شریفی دوشنبه رو از نگاه خود چگونه تصور میکنه، چگونه وصف میکنه، چگونه ستایش میکنه؟ ببینید خیلی استادا گفتن دوشنبه عزیزی ما بسیار زیبا شده است، بسیار حسن زیبای دوشنبه تمام جهانیان رو با فکرم مفتون میکند. من دوشنبه رو بسیار دوست میدارم و خیلی که ما با همراهی شاعر بسیار شیرین کلام نورعلی خارکشف یک سرودی زیبایی که الان زمزمه کردیم در وصف دوشنبه، این زیبایی رو هر شخصی که میبیند البته یک عمر در خیال او باقی خواهد ماند و من دوشنبه عزیز رو خیلی استاد سنگادی میرزویف گفتن از روز اولی به اینجا آمدنم دوست داشتم و فکر میکنم که همه تاجیکستانیان عزیز ما که این گنجینه در برای ملت ما است، یعنی که گنجی تاجیکستانی عزیز ما است، گنجی به بهای ملت ما است و ما دوشنبه عزیز رو در تمام ملت تاجیک البته دوست می‌دارد و مهر او رو در کدام جایی که در کدام جای جهان که باشن نباشن و فکرم مهر وطن، مهر دوشنبه عزیز ما همیشه در قلب آنها فروزان است. دوشنبه عزیز ما شکوفان باد، سراسر زیبا و دلربا و دلستان باشد. وصف دوشنبه از جانب جمشید حلیم. نه برای من عجیبه، برای چی نوبت به هر نفر رسید قرصق نشده پیش از
васф кардан. Пеш аз сухан барои чӣ пеш аз این قرصک با شرافت تبسمی همین بانوی عزیز شد که وقتی یک تبسمی از تبسمی علاقه همین بانوی هنر بانوی عزیز این آبادی پایتخت است امید زندگی است هر یک فرزند امید به چی دارد به مادر هر یک وطنداری امید از پایتخت سر می شود از اونه که شما در آغاز برنامه گفتید که اینجا دانشجو هستند و هر نفری که به کجای خواهد پرواز کند خوب با علم خوب با معرفت خوب با فرهنگ و خوب با کار خوب با مملکت های دیگر از کجا آغاز می شود از پایتخت بله همیشه همین پایتخت از ما امیدی زندگی امیدی همه تاجیکستانی عزیز ما باشد سلامت باشید تشکر و به هر یک شما تشکر برای بسیار سخنهای والا در وصف دوشنبه و بسیار موافق است که یک سرود دیگر شنویم از جانب سرآینده خوش‌آواز شیرینمان نیهال و بعدا صحبت رو ادامه دهیم. چی گفتید؟ سلامت باشید. من میخواستم اگر اجازت باشد ایزا جان نزدیکتر شینن. میخواید با همراه گیتار ده بهتری میشد. مرحمت مرحمت در سبای پر نور کوچه های شهری من زیبا خیالی راه دور گویمش سلام با دل شاد صبح تو بخیر شهری من در جواب به دماغم میرسد بوی گلشن در روی این زمین شهری نازنین هست به شما لیک مهر دوشنبه باشد در دلم ناتکرار در دل بباکم جاودان هست مهری پاک تو رسته های گل پوش کوچه های پرجوش بختی من شهری من بهارم پاسباند کوههای سر بلند اینقدر دل افروز تو افتخاری من دوشنبه در روی این زمین شهری نازنین هست به شما لیک مهر دوشنبه باشد در دلم ناتکرار لیک مهر دوشنبه باشد در دلم ناتکرار فرصتی است که ما کمتر خنده کنیم. شادی ساله استاد چقدر سال می شود که با لطیفه های نمکینشان مردم تاجیک را میخندانند و ما بنیاد امروز خوشحال از آن هستیم که امروز با استاد هم صحبت میشم. یک کفکی برای استاد زنیم و این لحظه نیز میتواند و این لحظه میتواند البته با یک چند لطیفه نمکی خاطر ما و شما را شاد گرداند. مرحبا استاد. بچه ها شما میدونه پله تو مردنش آمده بود دوشنبه تو مردنش پله دوشنبه آمده بود میدونستی؟ نه نمیدونستی؟ یورا دوشنبه میبیا پله بعد خیلی میگه کوچه ها رو یا تماشا کنیم میبره یا اتوبوس رو میشینه شفیور دیگه حیران نگاهش میکنه باور نمیکنه که پله های بعد این دست پیش میکنه که اون تنگاوی اون چی برورم کی با میگه نینادا هیچ پله سادیت پای خیلی میشینه میره با اینجا میبره ماشینی دیگه میشینه همه خیلی پله ایشو میگرده پله همه میشه با میگه این همه ما میشی نقطه اینجا بعد که بازار میدونه
بازار میداره که همون سفید ترباش توزه کده ایسته خودش به خودش حافظی داره گل در باغی باغ در گل گوته ایسوس تربای مونده ایسته باید رو بروی مسافر میسته او باید نگاهش میکنه باید که میگه که بابای یک تا یامو تور براسش توزه کده ایسته بود یکی هم تا نگاهش میکنه من میگه للین یکم برگیش دیگه یا تفتیشگر به مرخانه رایون لنین میروه و چی کسالی های روحی با پشتی دروازه ده یک کسالی چور اسپا کده همون بازی داره همونجا بعد میگه که سردختر اوایش کابینتش گجاده ای میگه بدرو بشی میبرون تا خواهی قمیش دا پاپکش دا تایکش اگر نشینه خواهی او بیچاره کسالی ها که میزن نشوخی بعد ای پس او میشینه ایرام یا هم قمچین میکنه گرگرد یا همو به مرخانه توش میتا یا کروک دو کروک با بیاره پیش کابینت گلاورش دا میفرورش میگه اینا سیسون ایمیستا چی خیلی میگه ای خاک میبره میتیاش سیسون میره و کابینتی سردختور بعد خواهی این مبارک شوه میگه بچه های شما علاقه پیشروی داره که کسالیاتون علاقه پول کار میکردگی شدیم بعد این اتریزه نگاه میکنه سردختور کی همون بچه ها هم چوش اسپا کده ایسته و میگه نه اینو میگه استودنت های همون آموزشگاه مدنی روشننمایی اینجا پول کار کنیم من میخوام در اون اطرافی خود همون رویه‌ای که هر نفر از صحبتی کوتاه کنیم چند سالها باز لطیفه نکنیم و لطیفه گویم یک اسلوبی صنعت است یک اسلوبی مخصوص داره مثلا من اگر لطیفه گویم یک نفر نمیخنده بعضی نفران سنگالی ولی بعضی نفران هستن که مثلا یک لطیفه رو نقل میکنن که ما چندی مراتب شنیده ایم اما باز باری دهم هم نقل کرده باشم ما میخندیم همین ما گفتیم شما شنیدگی بده نه اما نفران هستن که لطیفه نو رو نقل میکنن لطیفه جالب است اما رسانیده نمیتونن چی سیر داره میخوان در روی کمی حرف زنیم هیچ سیر نداره چای خواه سرتر کردن در قیسه کرده بتونی میگوی نتونی نمیگوی تمام یکم اسلوب مخصوص نداره ده برای رسانیت توانستن مکتب نداره استاد نداره لطیفه گویی اصلا گمان میکنم استاد سنگالی پس برای چی باید از شما لطیفه گویی در لطیفه شما خواندن از سنگالی میزو نخواندن ممکنه در همین ردیف ما یعنی یک لطیفه ما عموما لطیفه از زندگی مردم نقل میشه ما شما را یک چیزی که در اصل شدگی نقل میکنم و مانندی لطیفه شدگی یا حافظ فقط قطعی همی دویره و تاولک توی میرفته بعد وقتی همی مردم رسیه کرکنی همین تاولکچی همون حافظ در چی نمونده در هش نمونده میره به مسکو کرکنی این سر میخیزه توی باید بروه تاولکچی نداره بعد زیق میشه و بعد یا تاولکچی را میورن میگن همین تاولکچی شما خطی مینوزه بعد میگه گوش که همین چیزی که گفتم میگوی چیزی که گفتم مینوازی دیگه یگان چی بعد سر میکنه توی ده توی مبارک شود باز با تاولکچی ایسن توی مبارک شود بسیار استاد هم حافظ میپوره اکای توی دار دولت بسرد 130 سال شود گل بسرد او تاولکچی هم گفته است بایم همین میگذره بایدی سایوالی توی رو یک باید دوست یار باشد ای سری خسر باشد بعد همین تاولکچی حافظ سر میکنه یار باشد او تاولکچی هم یار باشد ای سری خسر باشد تاولکچی ای سری همین حافظ به حد نسترین زور یا وقت تاولکچی را کم فایرودش میکنه که ای ایجا سر میکنه من سری خسر میرم من سراغ یار میرم تاولکچی میگرده که حافظ خونده است من میرم قدی
бародар охи вақт қиматай бо чӣ ман карди барномаро шикастем барои ин ки ғайр аз шумо боз як нафар дигаст ки ҳамеша дар барнома дер мекунад ба андеша шумо ки аст ки ғайр аз шумо ҳамеша ба барнома дер меояд ин андешаҳои ман ягон таш рост нест ин мумкин шояд нафаре бошад ки бори вазмин дошта бошад бори вазмин дошта бошад барои дер кардан ана худёзӣ бо қасакҳои шумо истиқбол мегирад ё маблағ надорад рафтем. ё бори вазмин. барнома дар боло رقص درآیم من از این شادی دیدار بگذار شود در барномаи мо боз зеботар мешавад از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور Я парень, ну рековский, интересный. И красивый, и умный, и честный. Душанбе приехал, я уже местный. Тебя любить, тебя уважать буду. Для тебя частушки сочинять буду. Ты мое сердце, ты моя мука. Ты зашла в моем сердце без стука. Тебя любить, тебя уважать буду. Для тебя я песни сочинять буду. Ура! ура худёзи мо атрофи андешаи ҳамаро атрофи душанбеи азиз пурсон шудем ва зикриалло ҳакимов акнун ба барномаи мо ҳамроҳ шуданд мехоҳам васфи душанбе аз забони зикриалло ҳакимов садодият чӣ гуна душанберо васф мекунед чӣ гуна мебинед аз диду нигоҳи шумо душанбе чӣ гуна аст имрӯз рости гап он душанбее ки мо мешинохтем аз нуқтаи назари пешравӣ бигем агар душанберо шинохта намешавад он душанбее ки мо мехондем дар он замон дар кӯчаҳо мегаштем фарқ аз замин то осмон аст гуфтанӣ буда албатта баъзе вақт меша хона рафтесем дар ягон мошин дар ягон такси масалан дар ягон раи хонамона гум мекунем баам таксиро мепурсем киҷода расидем гуфта рости гап баъзе вақт мешавад ки ҳамин ба ҳамин дараҷаро пеш рафтааст ки намедонем дар куҷоем қариб албатта ин мефахрем боиси ифтихор аст солҳои пеш буд мисол хусусан мо вақте ки ташкил мерафтем раи дур намерем наздика ташкил мерафтем вақте сабт мекардем меомадем бовар кунед ҳамон мефахридан мақсад маҳруди ӯзбекистон ҳунармандо ки ҳамкорӣ мекардем меомадем аз замин мачаҳо масол аз замон ойбегиё ки аз куҷое ки дохили тоҷикистон мешидем раҳомон хароб будан рости гап зиқ мешудем имрӯзо вақте ки мо аз он тараф бо меоем мисле ки боло як ойнада гаштесем душанбе ҳам ҳамчунин тоҷикистон умуман пеш рафтааст душанбеи моро шинохта намешавад рости гап мефахрем бо душанбеи имрӯза шумо аз ҷумлаи он сароянда ҳастед ки гуфтан лозим аст ки ба кишварҳои хориҷӣ зиёд меравед ширинмон ниҳоло гуфтанд ки ман куҷое равам агар аз тоҷикистон берун 10-15 рӯз тоқат мекунам сабр мекунам шумо 10 рӯз зиёд не 10 рӯз қоидааш ҳамин хил не як 3 рӯз ақаллан хоб намекунӣ 7 рӯз дига як ҳафта мешавада ташаккур як кавки безем барои зикриалло ҳакимов бедушанбе рости гап ё сини солмон ба ҳамин замон расидааст ба ҳамин замон расидем ба ҳамин давра ҳамин бедушанбе фикр мекунем ҳаёт нест барои мо ҳатто аз душанбе берун хонаҳои падару модарӣ мерем як лаҳза истода як шаб истода наметонем як душанбе як шаҳре аст ки омадӣ рафта наметонӣ дига бовар кӯ як дора як қувваи кашише дора аз ҳар ҷо ки меоем дига ватаномон баргашта наметонем чунки иҷо бисёр зебост яке аз маркази тамаддуни миллати тоҷик аст ташаккур барои суханҳо як кавку мезанем
شاخی گل که در پای گل شیدوانیم ای شاخی گل که در پای گل شیدوانیم این اسموز دی رنجی منو باغبانیم این اسموز دی رنجی منو باغبانیم پروردمت بناز که افشاندیم ببو پروردمت بناز که افشاندیم ببود آخر چرا در خاکی سیاه می نشانیم آخر چرا در خاکی سیاه می نشانیم ای شاخی گل که در پای گل شیدوانیم این اسموز دی رنجی منو پروین جان شیرین ما جان بابای نصیری ایزد جان با 100,000 زخمی زبان زنده ام هنوز با 100,000 زخمی زبان زنده ام هنوز گمان نداشت بران سخت جانیم گردون گمان نداشت بران سخت جانیم ای شاخ گل که در پای گل شیدوانیم این اسموز دی رنجی منو باغبانیم ای لیلی عزیز بیمور دم ندیدمن بازا که در فراقی تو مجنون سانیم بازا که در فراقی تو مجنون سانیم ای شاخ گل در پای گل شیدوانیم این اسموز دی رنجی منو باغبانیم این اسموز دی رنجی منو باغبانیم تشکر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور دوستان عزیز ما کلон шудаем бо шӯхиҳо санаҳои ҳаҷвӣ лаҳзаҳои гуворо
махсусан насли мо ҳам ҷавоне ки инҷо ҳастанд бо тамошои махсусан саҳнаҳои ҳаҷвии шумо калон шуданд ва мо махсусан барои шумо ташаккур мегӯем барои рангин гардониндани ҳаёти мо ҷавонон. ҳамин гуна аст. як ҳафта мезанем барои устод Насриддин Нуриддин. дар оғози ҳамун саҳнаҳои лаҳзаҳои гора як садои тавлак буд. доира. вақте ҳамун садо шунида мешуд, мо ҳама корро мепартофтем, меомадем назди оинаи нидгон ки ҳамин аз ҳамин фурсатро аз даст надидем тамошо кунем. воқеан ҳама бесаброна интизор мешуд саҳнаҳои лаҳзаҳои гороро. программе лаҳзаҳои горо хушбахтӣ ки мо 4 нафар ҳастем. яке мавҷуд 2 нафар дорем. бо хайра. мана Ҷамшеди Ҳалим. мо метавонем ҷа чикен некай. агар ман дар ин ҳолат метавонам ки агар латифа нақл кунам. механди намеханди ман фарқ надорад. ман бояд ҳама нақл кунам дар бораи программа. як бача аз қишлоқ шаҳр мебияд. шаҳр мебияд супермаркет медирад. супермаркет медирад мебинад ки дар телевизор хушо нишон дастад. баъд отша телефон мега ота телевизор ҳамо мана дар телевизор нишон додастиям мега. ташаккур. ана ба як бояд тегам бегу. не оли давом дорад. оли бехезу ман наз нақл мегирда агар хезум агар ман. ҳар курси лақаби ғалтӣ намекунӣ. дар шиштам қаз нахандида нақлистан бехезу нақл мекунда. ба як зоғ бача латка риздиям. мезанад او خوب پرواز دارد که میبیند که همین خب بیره هم میزنن بچه‌ش که با همون بولد میگه که هی زوغ میگه و تو انسان داری نه خب بچه او خیلی تو سخت زنی و تو نزن بچه‌ت میگه به میگه کاری خطا که من نخواد چریتم تربیت کنم بچه خود ما کاری خطا که بو میزنه هی انسان که تو شیخ میزنی و نزن اینا من میزنم اخی تو برای چی میزنیش میگه و من میزنم که دم هفته گرمی نگرده و من که چیکار میکنم و دو هفته گرمی گرده سیاه بشه اخی از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور شدم که بهار آمد است گل یارم به کنار آمد است گل شدم که بهار آمد است گل یارم به کنار آمد است گل چشمانش خمار آمد است گل پیشی منی زار آمد است گل چشمانش خمار آمد است گل پیشی منی زار آمد است گل سغری دارد میگانه یار بربری دارد هر شامی بهار سغری دارد میگانه یار بربری دارد عشقی من برای سرسری دارد شادم که بهار آمد است گل عشقی من برای سرسری دارد شادم که بهار آمد است گل شادم که بهار آمد است گل یارم به کنار آمد است گل چشمانش خمار آمد است گل پیشی منی زار آمد است گل چشمانش خمار آمد است گل پیشی منی زار آمد است گل در دشت و دمن سبزیده در کوچه من لولا دمیده در دشت و دمن سبزیده در کوچه من لولا دمیده این یارکی ما بجاره میده این یارکی ما بجاره میده شدم که بهار آمد است گل شدم که بهار آمد است گل یارم به کنار آمد است گل چشمانش خمار آمد است گل پیشی منی زار آمد است گل چشمانش خمار آمد است گل پیشی منی زار آمد است گل ҷамшеди ҳалим гуфтанд ки и болои имрӯза мусофиркаша барои ҳамин кушода буданд ки қади ту аз инҷа мебуромада
امروز یک لحظه خوشبختی است در پایتخت جمهوری ما با دعوت این برنامه که از شبکه تلویزیون دوشنبه می رود اساسش در اینجا جوانان حضور دارن استاد و ما بله نه شما نه مایلش همین جوانای بودگی یک خرسک زنن نباشن نه جوان بله و برای راست خستم بسیار خواهش کردن شما سیمی ترالبوس نگاه کنید من لطیفه میگم که آخرش با جای خنده تراژدی نشود البته پایتخت این مرکزی گفتیم یعنی فرهنگ علم و بزرگی ملت تاجیک است عجایب ده هر باره که مثلا هر نفر بار اول میبیاد حاضر درباره ذوق وقتی استاد لطیفه گفتن این ضرب المثل است یعنی عبید زاکانی یکی از ضرب النویسه های ملت تاجیک ما کریلوف هم میخونده و غیره ها گپ در همین که شهر آمدی باید هوشیار باشی مثلا چی هوشیار است موش یک پیشک شهر میبیو یکی هم موش هم میبینه همین سور میکنه جون تنگی کرد جو میگریزی خونت موش همین گرنبس بره خونه ده میدرو وای لغمه است که پیشک بالای سر همین خانه موش ده میشینه هر باری موش مایل برآمدن میکنه که حس میکنه که همینجا پیشک همین انتظار است سر پاس که رنگ همین موش نشوی انتظار هر باری 4 مرتبه خلاص موش میخواد که برند میفهمد پیشک همینجا یکی آوازی سگ میبره موش میگه انا میشد است کو انا میشد کو انا یعنی وقتی آوازی سگ برآمد پیشک چیکار میکنه میگریزد رحمت موش میبره که پیشک میزنه چنگ میگیره خوش اومده چی خبره چیکار گفتای سوز رحمت گفتای گوش که گفتای من نفهمیدم پیشک گفتای وقتی آوازی سگ که میبرامد شما 10 کیلومتر میگرفته چخیر آوازی سگ برآمد من برآمدم چنگ زدی مرا قپیدی میدونی پیشک چی گفتای برای چیکار میبخشی در این مرکز دوشنبه از اگر 5-6 زبان خارجی نداری زندگیت پیش نمیره دو اسکلت برای تماشای شهر میبیان هر دوش میبیان مرکز شهر در میفرند از روی قصه ها شهر همه دیگرگون شدگی با اینش میگه شما کی وفات کرده میگه من 40 سال پیش میگه شما کی وفات کردی میگم 20 سال پیش صحبت کرده میرن که رو بروشون یه اسکلت دیگه میبیو سلام میگن که با اسکلت جواب نداده میگذره با میگه بس بچه تو بس تو استاد نفهمیدی تو خودت کی ما گفته من 40 سال شد گذشتگی من ای رفیق من 20 سال شهر بوستانی ما رو تماشا اومدیم تو سلام نمیتی تو خودت کی تو کی مردی میگه میبخشی من حال مردگی نیست من استودنتم برای هر یک ما معلوم است که زیباترین سرود رو در وصف دوشنبه شهر از زمان ذکریالله حکیم سرود است یک کف کنیم از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور ای هموطنان شنوید این زدنی دل آره منم آن دل که زنم در بدنی دل در همنام ای هموطنان شنوید این زدنی دل آره منم آن دل که زنم در بدنی دل شاد کنه از دل پاک زین سخنی دل ای هموطنان شنوید این زدنی دل از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمیخته با علی مادر نبضی خوشی آمیخته با علی مادر تشکر من بار دیگر روزی پایتخت رو برای هر یک شما مبارکباد میگم و بسیار صحبت صمیمی و جالب بود با لطیفه و صحبت جالب با سرودهای دلنشین واقعا یک بزم ما تشکیل کردیم من بار دیگر شما رو خوش آمدید میگم برای تشکیل نمودن بسیار یک بزم زیبا و البته ما رو در کاخ نوروز گروه دوم انتظار است ما در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم روزی پایتخت رو برای شما مبارک میگیم بار دیگر پیش وقت که توی اوشی نهار میگذاشتم بعد اوشی نهار زنکو میشتم بعد همین رنگ همین اوجه که
ماشینا را گذروندیم من که باید که مردم بخیزه بروا و زنکا بیاد میشینن مردم نخیستیسته شوی به توی اومد خیلی ما بسیار خرسان شدیم شما در توی ما اومدین یکون خدمت باشه از یکون کمبودی باشه بخشش او شختون میفهمید که مردم بیستودگی بعد مردم میخیزه بای خیلی حضور برحمت خوش اومدین میمون عزیز اگر یکون تد بیشتر باشیم بگم اوش بیرن سوزی نه مشکل خیلی خیلی او شختون میفهمید دیم بود که نمیخیزن اوجا زنکوش تاگه باید نکریبت کنه میخواه بای خیلی سه برو خیلی کسی گوشه نایجا کو نبینم تو اینجا تو یای باید زنکو میشینم بعد شما کسی تیز گوشه نایجا باید رکم خیلی رحمت شما اینجا آمده قدیم و شیشتن او شختون بفهمید شما ده برای اشتراکات تشکر شما ده ای هموطنان میشنوید این زدنی دل این زدنی دل آره منم آن دل که زنم در بدنی دل در بدنی دل ای هموطنان میشنوید این زدنی دل آره منم آن دل که زنم در بدنی دل دل شاد کنه از دل پاک زن سخنی دل ای هموطنان میشنوید این زدنی دل از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمد تبا علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمد تبا علی مادر شما بخیر دوستان عزیز برنامه ما ادامه دارد و چگونه که شما شاهد بودید ما برنامه رو از صبح آغاز کردیم و روزانه شهر دوشنبه رو ما برای شما نشان دادیم و اینک برنامه ما ادامه می‌یابد در شامگاه یعنی شامگاهی شهر دوشنبه زیبا رو برای شما نشان میدیم دوستان عزیز ادامه برنامه به نهایت جالب می‌گذرد چون که در ادامه ما رو نفرهای همراهی میکنند که من با باوری گفته میتونم ادامه برنامه زیبا و رنگین میگردد ما رو همراهی میکنند از کشورهای گوناگون از قبیل پاکستان، هندوستان، ازبکستان، ایران و کشوری آفریقا ادامه برنامه دوستان عزیز به نهایت جالب میگذرد ما رو همراه باشید مرحمت از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور بار دیگر شما بخیر باشد دوستان عزیز چگونه که در آغاز قید کردیم اینجا از 5 کشوری با ما دوست اشتراک دارن در برنامه ما چگونه قید کردیم از پاکستان، هندوستان، ازبکستان، ایران و کشوری آفریقا و البته خودی حاضر ما با هر یکی آنها صحبت علایده میکنیم بسیاری از اینها البته با زبان تاجیکی سرود میسرویند با زبان تاجیکی شعر میخونند با زبان تاجیکی دوشنبه زیبای ما رو وصف میکنند و پیش از آنکه ما صحبت را آغاز کنیم همچون رمزی احترام همچون رمزی مهمان نوازی ما برای آنها از شرکت وطنی سیاما آبهای نوشاکی تقدیم میکنیم و البته برنامه را آغاز میکنیم از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمد تبا علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبض خوشی آمد تبا علی مادر دوستان عزیز چگونه قید کردیم از کشورهای گوناگون در برنامه ما اشتراک میکنند و ما صحبت میکنیم با یکی از آنها از کشوری پاکستان نام شما نام من محمد حذیفه انصاری
از پاکستان هستم. دانشگاه طبی تحصیل میکنم. چند سالشی در تاجیکستانی؟ 1.5 سال شده است. 1.5 سال. در 1.5 سالی که در تاجیکستان هستید، بله. دوشنبه عزیز تاجیکستان عزیز ما رو چگونه دریافتید؟ اول در دوشنبه همین خیل میبینیم که بینی ها یا همین خیل امارت ها خیلی خوش رو تعمیل کرده شدهند که بسیار پارک همیجا مثال تعمیر کردن. همین خیل برای اگر آب و هوا میبینیم، هوا هم همیجا خوب است. مثال برای زندگی اگر همین خیل طرز زندگی میبینیم خوب است اینجا که آدم های همیجا در دوشنبه نغزن که میگم 1.5 سال که آدمی چند قدر ما همیجا گشتگی هستم در دوشنبه هم دیگر شهر با گشتگی هستم که بچه ها بسیار حرمت میکنن، میبینن که خارجی هستند با بیان کمک میکنن. همین خیل مثال کسی که یگون پرابلم میشه یگون دشواری شو و مشکلی شو میان حرمت میکنن هم میبینن که همین دشواری دارن با کمک میکنن. من پیش از اون که به دوشنبه می اومدید به تاجیکستان اومده بودید، درباره تاجیکستان تصور داشته تاجیکستان چگونه است؟ اول از پاکستان آمدم همین خیلی نچونیدم که مثال همین قدر زیبا از دوشنبه همین خیلی تاجیکستان با تنجه آرامی هست. مثال همین تنجه آرامی همه بالا است. این چیز یک نعمت است که از خدا فقط میشد. همین خدا شما خوشبختین که شما را همین تنجه آرامی دادگی است. از کوشش های پرزیدنت شما بسیار جناب بسیار کوشش کردن برای همین تنجه آرامی. این چیز خوب است. یک شعر میخونم برای دوشنبه. دلم خواهد برای یادگاری نویستم در تن دیوار هویت، دو سه بیت چو ارزی مهرو سوگند برای تو برای نسل هویت. تو رو به تختو مسند آفریدند که باشی پایتختی تاجیکستان، اگر چند زمانه داشت تاجیک با نام پایتختی علم و عرفان. تشکر. خیلی بهترین. چند سال دیگر شما تحصیل میکنید؟ انشاءالله 3.5 سال دیگر حالی مونده است. بهترین. بعد از 3.5 سال شما برمیگردید به کشور خودتون؟ بله انشاءالله. اگر پرسن که تاجیکستان چگونه، مردم تاجیک چگونه، شما با یک جمله اون چگونه بیان میکنید، چگونه بحث میکنید؟ همگی با یک جمله. با یک جمله نمیشد، لیکن برای که تعریف بسیار دارم از دوشنبه، برای که برای زندگی جای خوب است. تنجه آرامی این چیز مثال اول است. تنجه آرامی است. مثال دیگر هیچ درکار نیست. تنجه آرامی باشه از همه مهم آبادی و آسودگی مخصوصا صلح. همین شهر صلح است. مثال آدمایی نغزن، مثال هم مثال اخیل با اخلاق هستن آدمو، میخل با ادب هن، با اخلاقن، میفهمن که مثال خیلی انسانیت، اخلاقیات، هر چیز میفهمن. تشکر. و از کشوری اسلامی ایران خودتون معرفی میکردید. از شما آغاز میکنید. کوثر مولوی نژاد هستم از جمهوری اسلامی ایران. شما؟ من سنا واسه هستم از ایران. از ایران. درباره دوشنبه چی گفتم میتونید؟ من چند سال شما در دوشنبه تحصیل میکنید، زندگی میکنید؟ من الان نزدیک 8 ماه اینجا هستم. 8 ماه. مرتبه اول اومدید در تاجیکستان؟ بله. چگونه دریافتید دوشنبه رو؟ من خب تعریف تاجیکستان رو در ایران زیاد میشنیدیم. ما کارناوال‌های نوروزی تاجیکستان رو توی تلویزیون و تیوی‌های ایران زیاد میدیدیم که خیلی باشکوه و زیبا برگزار میشه و میدونستیم که دوشنبه یا هم تاجیکستان مکانی هستن که فرهنگ خیلی نزدیکی با ایران دارن و من از اونجا اولین بار با تاجیکستان آشنا شدم. بیشتر چی برای شما پسند آمد در 8 ماهی که در تاجیکستان هستید؟ مثلا خوراکای ملی و نمیدونم زیبایی چی بیشتر دقت شما رو جلب کرد؟ بیشتر از مهمون نوازی مردمانشون. یک کافی بزنید که در حقیقت مردم تاجیک بین یاد مردم مهمون نواز هستن. من همونجور که دوستمون گفتن این کشوری پر از امنیت و آرامش میدونم و همچنین مردم خیلی مهمان نواز و مهربونی دارن و به خصوص خوراکی سنتی قروتاب. بهترین قروتاب. شما قروتاب در کجا خوردید؟ صیاد؟ در طرف خونه صیاد؟ بله اونجا. این کی پیشنهاد کرد برای شما قروتاب؟ ما از قروتاب خودتون گفتین؟ دوستان تاجیکی من اولین بار اونجا منو مهمان کردن به خاطر اینکه
تازه وارد دانشگاه شده بودم و خیلی مورد پسندم شد و اینجوری شد که هر هفته اونجا میرم. هر هفته میره کورتو میخونه. و عموما برای چی مخصوص شما انتخاب کرده برای تحصیل تاجیکستان رو؟ برای من جالب است. چگونه شد؟ من اول کشور دیگه تحصیل میکردم. کدام کشور؟ روسیه تحصیل میکردم. بله. بعدش انتقالی گرفتم به کشور تاجیکستان به خاطر اینکه اول اینکه همزبان بودیم و خیلی راحت‌تر میتونم اینجا تحصیل کنم، صحبت کنم و دیگه حس تنهایی ندارم به خاطر اینکه اینجا همزبانن و خیلی مردم گرم و خونگرم و صمیمی داره. تشکر. چگونه شد که مغز انتخاب شد تحصیل در تاجیکستان؟ من خب یکم داستانم فرق میکنه به خاطر پدرم. من اینجا رو با اینجا آشنا شدم چون پدر من اینجا چند سال کار میکردن و تعریف میکردن که اینجا خب مدرک تحصیل اینجا خیلی مورد قبول خیلی کشورها هست و من از ازبکستان پیوت گرفتم اومدم اینجا درس بخونم. بهترین. من میبینم در نزد شما سازی موسیقی. یکون چی می‌نوازید می‌سروید چگونه؟ بله ساز من البته اسمش ویولونچله و بله با کمال میبارد. بهترین. مرحمت. دوستان عزیز قید کردن لازم است که در برنامه ما اشتراک دارند شهروندان کشورهای گوناگون و همه اینها تحصیل میکنند در دانشگاه طبی تاجیکستان و چون که شما شاهد بودید ما در روزانه سیر و گشت خود را ادامه دادیم در ناحیه سینا و اسماعیل سامانی و در شبانگاه شهر دوشنبه زیبا گشت گذاری ما سیر ما ادامه دارد در ناحیه شاه منصور و اینک ما وارد میشیم به ناحیه فردوسی. در برنامه ما اشتراک دارند از کشوری افسانوی هندوستان. نام شما؟ نامی من گوویند. من دانشجوی دانشگاهی طبی می باشم. بهترین. وقتی مردمی دیگر کشورها با مانند مثلا هندوستان با زبان تاجیکی حرف میزنن چگونه زیبا میبرایدن؟ چند سالشی در تاجیکستان هستی؟ من در دوشنبه 2 سال زندگی میکنم. 2 سال. بهترین. من دوشنبه را دوست میدارم. تشکر. بهترین. من میخواهم با زبان تاجیکی سرود گویم. بهترین. با زبان تاجیکی سرود میسراید؟ نازنین قدرست. نازنین قدرست. برابر. ای دلبری نازنینی قدرست زبنده تو رو لباسیت لست. یه دلبری نازنینی قدرست زبنده تو رو لباسیت لست. جانانه من فقط توی بس چشمک زده من بسوی هر کس. جانانه من فقط توی بس چشمک زده من بسوی هر کس. رویت کی همیشه لاله رنگ است با کرته اطلست بجنگ است. مردم به جمالی تو گرنگ است
اقبالی اسیریش تنگ است من داده سیدست اختیارم اقبالی اسیریش تنگ است من داده سیدست اختیارم یه دلبری شوخی به فرنجی یا گبتو فرنجی ای دلبری شوخی به فرنجی یا گبتو میزنم نرنجی او هرسی کدوم کنی گنجی محصولی کدوم دستی رنجی رویت کی همیشه لالا رنگ است با کرتای اطلست بجنگ است مردم به جمالی تو گرنگ است اقبالی اسیریش تنگ است من داده سیدست اختیارم اقبالی اسیریش تنگ است من داده سیدست اختیارم همین سرود در چقدر وقت حاصل کرده؟ در چقدر وقت یاد گرفتی همین سرود رو؟ در مدت 1 سال. بهترین و اشتراکی نوبتی ما از کشوری با ما همسایه ازبکستان. من یوسف عبدالشکور تحصیل میکنم در بخش اردیناتوره همچون سرایت شناس در دانشگاه طبی. نه فقط من سخن گفته میتونم بلکه در تاریخ همین صنعت تاجیک و ازبک فقط ما 6 مقام چی میکردیم؟ 6 مقام مینواختیم، 6 مقام میخوندیم. یعنی تاجیک و ازبک همینقدر در صنعت مانندی دارن و ازبک زبان میباشم که در ژانر لیریکای تاجیک ایجاد میکنم و مثلا میتونم که با شما تقدیم کنم. ریاضی برای ما 6 مقام سرایی. اگر خواهید 6 مقام خواهید لیریکای تاجیک برای ما هم از 6 مقام باشد هم از لیریکای تاجیک بهترین میشه از 6 مقام آغاز کنیم. مایلش اگر من حاضر امین 6 مقام وقتی که ما 6 مقام میگیم امین موسیقی های ما یک است و نکی امین غزلامون فرق میکنه. حاضر من همون در یک موسیقی حرکت میکنم که هم غزل تاجیکی خونم هم غزل ازبکی. بهترین میشه مرحمت. آینه دل را چون معجزه عیسی ای عکس روح جان دهد آینه دل را چون معجزه عیسی توتی شده حیران سخنهای تو جانا با آن لب گویا توتی شده حیران سخنهای تو جانا با آن لب گویا حسن گل تابلد جهان ملک ده پیدا ای شوخ پریزاد حسن گل تابلد جهان ملک ده پیدا ای شوخ پریزاد سالدی ان عشق باشه من کلفت سودا خلقل من فریاد
Bilmem nesfen ademidi nasenide ey kızlar şehla Kıldı məni bir bakış ile husniga şeyda cilve kılbica Kıldı məni bir bakış ile husniga şeyda cilve kılbica Leyli bile şirin çinmez yavrum emanen bir zerre hem abad Min birle kaçan ting bulur işq içre cahanda Mecnun ile farka Min birle kaçan ting bulur işq içre cahanda Mecnun ile farka بهترین با برنامه ما زیبایی و رنگینی دیگر زم کردید با نمی آواز و با استعدادی والایتون بهترین و یک سری دیگر پیشنهاد میکنم گفته بدید لیریکای توجیک من اساسا در لیریکای توجیک بسیار پسند میبینم استاد ظفر نظیمه بعد دوست مراد علی اما خیلی و این هنرمندان اصیلی تاجیک هستن ظفر نظیم و دوست مراد علی بهترین از کدومش سرودی کدومش فرقش خیلی دوست مراد علی دوست مراد علی بیمان گل برگی روی من خزان گردد تمره به خزان جاویدان باشی تمره به خزان جاویدان باشی بیمان من سوزم و تو در امان باشی بیمان من میرم و تا جاویدان باشی بیمان من سوزم و تو در امان باشی بیمان من میرم و تا جاویدان باشی بیمان هر لحظه چنگی نامرادی ها بر رخسارم خطی آژنگ بگذارد بیمان عشقی تو چون زخمی نهان دل مرا هر لحظه و هر روز آزارد بیمان عشقی تو چون زخمی نهان دل مرا هر لحظه و هر روز آزارد تشکر آوازتون خسته نباشد گفتن لازم است که در برنامه ما یک نفر نه بلکه یک چند نفر از کشور افسانوی هندوستان اشتراک دارن نام شما نام من میلین
میلی نام شما نامی من جیجو. سرود هم سرویدا من بسبونی تاجیکی شروع میکنی. سرود بخو با زبان بهترین مرامت شما تنها یک جویا یک جایی. مرامت ایور مستی خنده گلزور مستی خنده ایور مستی خنده گلزور مستی خنده از گل به گل سنت بر در بوگی دل پرنده نو نبوی نو باش صد گونه پیچتو باش دروی سبزی رویش اثر پرید خوباش نو نبوی نو باش صد گونه پیچتو باش دروی سبزی رویش اثر پرید خوباش در دشتی آل نوروز در پشت خانه نوروز در سوسی نوی چوپون در هر ترون نوروز در دشتی آل نوروز در پشت خانه نوروز در سوسی نوی چوپون در هر ترون نوروز در هر ترون نوروز میلین دوشنبه با شما پیسان اومد بامون دوشنبه خیلی معقول است. دوستان عزیز در برنامه ما اشتراک دارن از کشوری افریقا چون دیده استودید نام شما چی است؟ What is your name? Gabriel. درباره دوشنبه چی گفتم میتونی؟ برای شما پیسان اومد دوشنبه؟ Well, it's beautiful around here, as we can see. تاجیکستان یک کشور دلارا دارای بناهای باحشمت و خیلی زیبا میباشد که در شب بسیار درخشانند و عمارت‌های جوابگو برای روزگاری آسایشته دارد. نظر به دیگر دولت‌های جهان در این کشور برای دانشجویان خارجی جای زیست و حقوق‌های برابر زیستن بس و عالی براه مانده شده است. مردم این کشور با دانشجویان دیگر دولت‌ها مناسبت دوستانه دارند. مهمان نوازی و صمیمیت در این شهر دیده می شود و همیشه برای مهمانان محبت خویش را دریغ نمی دارند. تاجیکستان دولت امن است. از این لحاظ ما خود را در این کشور بیگانه احساس نمی کنیم زیرا شرایط تحصیل و دوستی ما با جوانان این کشور خیلی خوب براه مانده شده است. چند سالشی در دوشنبه زندگی میکنید تحصیل میکنید؟ 7 months. 7 ماه؟ 7 ماه بهترین 7 ماه گیده بود؟ 7 ماه 7 ماه بهترین کدام خوراک ملی تاجیکی برای شما پیسان آمد؟ آش پلاو. آشی پلاو بهترین اگر معلوم که با دو نفر هم با از کشور هندوستان گفتن برای ما آشی پلاو پیسان آمد هم از افریقا. تشکر. خوش آمدید به تاجیکستان. ویلکام تو تاجیکستان. رحمت کالا نکجان. و این نفر هم از کشور افریقا. خوش آمدید به برنامه ما. نام شما؟ What is your name? My name is Michelle and I'm from Zimbabwe. Well, Dushanbe is a very beautiful city. نام من میشل از کشور زیمبابوه هستم. دوشنبه خیلی شهر زیباست و بزرگ. من بناهای سر آشیانه اش را دوست می دارم زیرا هنگام شامگاهان همیشه زیبا و چراغانند. برای مثال من سیر بسیار گوشه هایش را می پسندم. تماشای آثارخانه ها، باغ حیوانات و طرز بنیادی ساختار معماری ساختمان هایش را. به اندیشه من سیر شهر دوشنبه خیلی جالب و تماشاباب است. دوستان عزیز ادامه دارد برنامه ما و صحبت خود را ادامه میدیم با یک گل دختر زیبا از کشور هندوستان. نام شما؟ نام من کرشناسری و برای شما سرود میخونم. حسن جماله خیال مانده شیرین نگاهت بسای جهانده بگیر دستم مستم مستی جمالت شگم خستم بستم دل به نگاهت آه تو کبوتری یا کی پری یا به گلستان دلم میبری آه تو کبوتری یا کی پری یا به گلستان دلم میبری هم دل و هم جا شویم هر دومون شیرین و فرهاد شویم هر دومون هم دل و هم جا شویم هر دومون
شیوین فرها شویم هر دومون درد و گمیز و سیجی عاشقی رای خندیده حیران کنیم هر دومون درد و گمیز و سیجی عاشقی رای خندیده حیران کنیم هر دومون تو کبوتری و کی پری و بگلستان دلم میبری تو کبوتری و کی پری و بگلستان دلم میبری تو کبوتری و کی پری و بگلستان دلم میبری تو کبوتری و کی پری و بگلستان دلم میبری او سلسلمو او یدگر بر سری بازار شود از نفسش تا سچو گلزار او سلسلمو او یدگر بر سری بازار شود از نفسش تا سچو گلزار کمان دارد زی ابرو کمان دارد زی گیسو شکر در خندای او با پیشش خم شدای سرخوزی هر سو بوتی موجودو از البته جودو تشکر بهترین دوستان عزیز باری دیگر یادآور میشویم که ما رو همراهی کردن یک گروه شهروندان از کشورهای گوناگون از قبیل ازبکستان، پاکستان، هندوستان، ایران و کشور افریقا. قید کردن لازم است که دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان دسته شفا که مخصوصا برای هر یک شما معلوم شد که البته با سرودهای دلنشین با سخنهای زیبا دوشنبه ما رو وصف کردن و مهمتر از همه هر سخنی که اینجا صدا داد هر سرودی که صدا داد با زبان نابی تاجیکی بود و من فکر میکنم برای هر یک شما پسند آمد چون در واقع بسیار بعضی ما رو محفل ما رو با سرودهای دلنشین خود زیبا و رنگین گرداندند. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور. دوستان عزیز ما برنامه رو از همین جا آغاز نموده محض در همین میدان سامانی به انجام رسانیم و امید برنامه می‌بندم که این برنامه به هر یکی شما پسند آمد. روزی پایتخت مبارک. تاجیکستان ای هموطنان میشنوید این زدنی دل این زدنی دل آره منم آن دل که زنم در بدنی دل در بدنی دل ای هموطنان میشنوید این زدنی دل آره منم آن دل که زنم در بدنی دل دل شاد کنه از دل پاک زن سخنی دل ای هموطنان میشنوید این زدنی دل از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد تبا علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی